قوری چو کردی گیره داشتی زیق بدی؟ هیچی نیست. اگر زیق شده باشی برای خونتون برم تا. نه من با شما زیق نمیشم. با چی با گیره کیسه بدی؟ یک چند مینوت پیش ثبت قول ازبکدار رو تماشا کردم گوش کردم برای همون گریان شدم. چی گفته بود؟ کدام ثبتش باشه؟ یک نشید خوندگی است. میتونی یکم مثلش خونی؟ بخون کنی؟ شود جانم فدایی گسوانت یا رسول الله. شود جانم فدایی گسوانت یا رسول الله. چو محبین نجومی استکل الله پربارد. شکر مرخت از نشی زبانت یا رسول الله. شود جانم فدای گشوانت یا رسول الله. شود جانم فدای گشوانت یا رسول الله. چو محبین نجومی استکن الله ببارد. شکر میرفت از نشی زبانت یا رسول الله. کشیدی رجای بعدد چندان در این فانی. کشیدی رجای بعدد چندان در این فانی. پیش از آغاز موضوع میخواهم که در یک کار خیر، در یک کار ثواب جاریه ما و شما خوش شویم. یک برادر در شهر روسیه با ساختمان مسجدها مشغول است. من سلکش در زیر انا همین ویدیو میمونم، خطام بدوریم با تماشا بکنین، تا شبکه‌اش آبونه شوین. انشاءالله این ثواب جاریه است. راه ساز کردن، مسجد ساز کردن، مکتب ساز کردن، بیمارخانه ساز کردن، این ثواب ها جاریه است. از همین سبب من سلک کانال شد در زیر همین ویدیو میمونم، در آمده آبونه شوین، همه برادر در کار خیرش دستگیری بکنین. فراموش نکنین دوستان عزیز انا همین نام کانال شما بزنین میبره. خدای مددگارتون. سلکش در ویدیو ده. السلام علیکم با کل تماشابینان و هموطنان گرامی قدر. امروز با قاری یاسین جان 11 ساله هستیم. بسیاری از مخلصان خواهش کردند که میخواهیم آواز زنده بخونه و ما گوش بکنیم. حاضر آواز زنده میخواند، شما گوش کنین و حلاوت برین. و ما یک کلیپ گرفتگی هستیم، یک نشید زیبا خواندگی است. این با خواهش بسیاری از مخلصان شدگی است که همه قاری جان بیار با خودت دستگیریش بکه. مهارت داره، آواز خوب داره، مثل سمی یوسف، ماهر زین، میشر رشیدی نشید خوانی کند و از تاجیکستان ما هم یک تعم خیلی برای نامدار انشاءالله که با خواست خداوند یک بهترین نشید گرفتگی هستیم و الحال میگذارم شما تماشا کنین. بعدش خدا خواستگی باشد آواز زنده میخونه گوش اندازین و شما هم کم کم دستگیری کنین دوستان عزیز. دستگیری شما همه که آبونه شدن و لایک گذاشتن و همین اورا را پهن کردن. این لایک گذاشتگی شما نه به ما فایده است نه به شما ضرر است، اما کم کم ویدیو را با قدر نشون میده. همین هم قاری هم میبینه که قدر ویدیوش لایک گرفته است، با هوسمند میشوه، با هم قدر نشیدهای بهترین بهراتون پیشنهاد میکنیم و در ادنک لحظه که ایمو واتساپ پهنش کنین تا که قاری جان بشناسن و بدونن که چی مهارت خوبی داره، چی آواز فورا دارد. ان شاء الله باوری دارم اگر دستگیری کنین مهلت یک سال قاری جان مثل سمی یوسف، ماهر زین نامش هم میموند و هم یک نشید میخونه، یک چیز تربیوی میخوند. برای ما و شما هم ثواب است ان شاء الله. خیر از این نشید میگذاریم تماشا کنین و ان شاء الله بعدش آواز زنده میخونه. رسول الله
خوب داده جان، بحر مخلصون یک نشید بگیر تا اینکه گوش اندازن آواز زنده را میسا خواهش کردگیان. بیا ای دل بگو حمد خدا را، درودی به عدد مر مصطفی را، درودی به عدد مر مصطفی را. مده راه بر دلت چون و چرا را، اگر خواهی جمالی دل ربا را، اگر خواهی جمالی دل ربا را. که تا از غم نرزد استخوانم، از این گفتار دم غافل نمانم، از این گفتار دم غافل نمانم. بیا ای دل بگو حمد خدا را، درودی به عدد مر مصطفی را، درودی به عدد مر مصطفی را. سرم خاکی رهی هر چار سرور، ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر، ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر. ابوبکر است نور دیدگانم، عمر مقصود قلبی ناتوانم، عمر مقصود قلبی ناتوانم. بود عثمان دوای درد جانم، علی شد مونسی روح و روانم، علی شد مونسی روح و روانم. بیا ای دل بگو حمد خدا را، درودی به عدد مر مصطفی را، درودی به عدد مر مصطفی را. اگر خواهی جمالی کبریا را، بهشت و کوثر و دارالبقا را، بهشت و کوثر و دارالبقا را. گلی روید بشو باشد نمی عشق، بگو جانم درودی مصطفی را، بگو جانم درودی مصطفی را. بیا ای دل بگو حمد خدا را، درودی به عدد مر مصطفی را، درودی به عدد مر مصطفی را. اللهم صل وسلم وبارك علیه. خب قاری جان یک قرائت دیگر میکنین انشاءالله بهر تماشابینان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظیم. خب برادرای عزیز، این اختان دیدین چه مهارت خوبی دارد، چه آواز شیرین دلنشین دارد. اگر ما و شما دو را دستگیری کنیم، من باوری دارم که هم برای ما و شما انشاءالله ثواب است، هم در ماهای نزدیک انشاءالله نامش میبراید. این فخر تاجیکی ما است، این فخر وطن، فخر اسلام ما و شما است که یک کودک 11 ساله اینقدر آواز فارم، قرائت های زیبا. باور بکنین هر یک دولت مثال میگن منشر رشیدی از کجا است؟ از فلان جا. ماهر زن از کجا است؟ از فلان جا. خیلی بگن که یاسین جون از کجا است؟ از تاجیکستان. ما رو هم خودمون هم معرفی کنیم در دیگر دولت. ما در دیگر دولت می رویم، پرسن که از کجا هستین؟ میگیم از تاجیکستان. از ایران و از دیگر جا نمیگیم که هر کس وطن خویش میگه. این ملتچگی نیست که پرسیده است کجا هستی؟ از تاجیکستان. با همین سبب این همه با دستگیری خودمون، با حرکت خودمون خواهیم که وطنمون معرفی شود. تاجیک بودن ما هم بدونن که از تاجیکا چقدر بزرگا گذشتگی هستند، چقدر بزرگا از تاجیک گذشتگی هست. بدونن تاجیکا را بشناسند. انسان‌های با علم دیگر دولت‌ها تاجیکستان و تاجیکا را میشناسند، اما جوان‌هایی که امروز هستند تاجیکستان را نمیدونن کیه، دولت چیه، هیچ چیز بودنش نمیدونن. با همین سبب با دستگیری همدیگر من دو بچه را با خواست خداوند حرکت میکنیم و بهترین قرائت و بهترین نشیدها قطعی بالا خیزانیم با زبان عربی، ترکی و چند لحظه قطعی انشاءالله که حرکت میکنیم که با سطح عالی بخواند و در دیگر جاها هم همین دو بچه را گوش بکنند. اگر شما هم همین نیز بخواهین نوارو را پهن کنین و با دوستا و با برادرای خودتان خبر دهید که همین برادر را دستگیری کنن و تماشا کنن و خیر انشاءالله که در آینده همش باز معلوم می شود. همش با دعای ما و شما هست و با دستگیری ما و شما. خدا یار و مددگارتون.